یه خونه از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. آشپزخونه، هال، پذیرایی، حمام، دستشویی، اتاق خواب، حیاط، انباری و جاهای مختلف. بریم با هم همشون رو ببینیم، بشنویم، یاد بگیریم و بتونیم تکرار بکنیم، صحبت بکنیم. ببین الان دارم میرم به سمت آشپزخونه. اینجا آشپزخونه است که شما میتونید آشپزی کنید، غذا بپزید و بخورید. آشپزخونه که رسمیش میشه آشپزخانه، اما تو گفتار روزمره ما میگیم آشپزخونه، نمیگیم آشپزخانه. اون کتابیشه، رسمیشه. من الان میخوام وارد آشپزخونه بشم. وارد آشپزخونه شدم. اینجا آشپزخونه. شما میتونید اینجا غذا بخورید، غذا بپزید، ظرفاتون رو بشورید. هر چیزی که در رابطه با غذا باشه میتونید اینجا انجام بدید. پس اینجا آشپزخونه. به این میگن یخچال. یخچال که شما میتونید غذاهاتون رو بذارید داخلش، توی یخچال که یخ بزنه و خراب نشه. اینجا فریزر که کلمه انگلیسیه، این یخچال که میتونید غذاهاتون رو بذارید داخلش. میز ناهارخوری. ببین این میزه. خب حالا چرا میگن ناهارخوری؟ میزی که شما میتونید روی اون غذا بخورید، ناهار بخورید، ناهارخوری. حالا یه نکته، ببین ما 3 وعده غذایی داریم: صبحانه، ناهار و شام. صبحانه برای صبح که غذایی که ما صبح میخوریم، که البته کتابی و رسمیش میشه صبحانه، اما توی گفتار عادی و روزمره ما نمیگیم صبحانه، میگیم صبحونه. صبحونه میخورم، صبحونه میخوام بخورم، صبحونه خوردی. و ناهار میشه غذایی که ما ظهر میخوریم. شام هم غذایی که وعده غذایی که ما شب میخوریم. صبحونه، ناهار، شام. الان به این میگن میز ناهارخوری. حالا شما میتونید صبحونه و شام هم همینجا بخوری. نمیدونم چرا شده میز ناهارخوری، اما خب اینو بدونید که این میز ناهارخوری. میشینید و اینجا غذا میخورید. این میشه کابینت. ما میتونیم ظرفامونو، هر چیزی که داریم رو، بشقاب، ظرف، هر چیزی که داریم رو توی اینا قرار بدیم. به اینا میگن کابینت. میتونیم ظرفامونو داخلش قرار بدیم. به اینا میگن گاز. میتونیم که قابلمه بذاریم روش، غذا بپزیم، هر چی که میخوایم رو بپزیم و بخوریم. ماشین ظرفشویی. ببین ظرفامونو که اینا ظرفای ماست. وقتی که کثیف میشن توی ماشین ظرفشویی میذاریم تا بشوره و بعد بتونیم استفاده بکنیم، تمیز بشه. ظرفای کثیف رو، اینا ظرفایی که کثیفن، میخوایم تمیز بشن تا بتونیم استفاده بکنیم. یا میایم همینجا ظرفامون رو میشوریم، یا اینکه از ماشین ظرفشویی استفاده میکنیم. ماشین ظرفشویی که ظرفا رو میشوره. اینجا هم که ظرفشویی، خود ظرفشویی که میتونیم ظرفای کثیف رو، اینا ظرفای کثیف رو بشوریم تا تمیز بشن، ظرفای تمیز بشن، بتونیم استفاده کنیم دوباره و توشون غذا بخوریم. به این میگم ماشین لباسشویی که لباس کثیف رو میتونیم بذاریم توی این که بشوره و بعد تمیز بشن و بتونیم استفاده کنیم، بتونیم بپوشیم. ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی. ظرف میشوره اون، اینم که لباس میشوره. من دارم از آشپزخونه میرم بیرون، یا میخوام که از آشپزخونه برم بیرون، خارج بشم، برم بیرون. من الان اومدم بیرون از آشپزخونه. الان وارد هال شدم. به اینجا میگن هال. ما 2 تا کلمه داریم که به هر دو میگیم هال. شاید ممکنه که از نظر شنیداری وقتی که بشنوید این 2 کلمه رو با هم قاطی کنید، جابجا بکنید. الان میخوام براتون توضیح بدم. ببینید این حالی که من الان اینجام اینجوری نوشته میشه. هال یعنی یک قسمتی از یه خونه که قسمت اصلی خونه است میشه گفت. اما یه حال دیگه هم داریم که اینجوری نوشته میشه. این حال دوباره 2 تا معنی داره. یعنی حال، الان، اکنون، برای قبل نیست، برای گذشته نیست، برای آینده و بعد هم نیست، برای حال الان، اکنون. و یه معنی دیگه ای که داره یعنی حالم خوبه. حالت چطوره؟ حال من، حال روحیم، حالم خوبه. حال تو چطوره؟ حالت خوبه؟ اینم میشه حال. به این میگن مبل. ما میتونیم بشینیم استراحت بکنیم. به این میگن مبل. من میشینم، تو میتونی بشینی و استراحت کنیم. مبل.
اسم این فرش ایران خیلی معروفه و خیلی محبوبه و این فرشه. یه فرش دیگه، اینم یه فرش دیگه. مرسی که با من همراه بودید. برام بنویسید که از کدوم کشورید و فعلا